وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سوزانیدن کتابی برای مسلمانان مقدس قرآن در شویت و دانیا را برای مسلمانان تأخیرآور نامید و محکوم کرد. در وزارت خارجه تاجیکستان روز 28 ایول سال 2023 به خبرگزاری روسی تاس گفتند که چنین عملها نزاع‌های بین مذهب‌ها را برمی‌انگیزند. تغییر کتاب مقدس قرآن تغییر احساسات تمام مسلمانان جهان بوده در جامعه تخم جدایی می‌کارد و مناقشه‌های بین دین‌ها را تحریک می‌دهد. نقل قول کرده است از نماینده اداره سیاست خارجه تاجیکستان. در این نهاد همچنین گفتند که تاجیکستان همیشه طرفدار مکالمه سازنده بین تمدن‌ها بوده. هر نوع ظهور سوی تحمل، افراطگری و تروریستی و جنگ و نزاع را محکوم می‌کند. روز 26 ایول پرزیدنت قزاقستان قاسم جمال توقایف از بین سران دولت‌های مسلمانان آسیای مرکزی نخستین شده سوزانیدن قرآن در چندین کشور اروپای شمالی را محکوم کرد. توقایف گفت چنین اغواها ایجاد تشنج در جهان معاصر به هم زدن اعتماد بین خلق‌ها و کشورها را به هدف دارد. به عقیده پرزیدنت قزاقستان موردهای افزاینده واندالیسم دینی و رفتار به مسئولیت افراد شهروندان این کشورها همچون اعمال ضد معیارهای از سوی همگان پذیرفته شده حسن همجواری معتمدین کشورها و دینها باید یک دلانه محکوم کرده شود و در این مسئله باید موقع قاطعی خود را سازمان ملل متحد نیز بیان کند. یادآور می‌شویم این موج کتابسوزانی‌ها 28 میلیون سال 2023 در روز عید برای مسلمانان مقدس قربان در یک تظاهرات با اجازه پلیس دایر شده در میدان مرکزی شهر استکهلم پایتخت شویتسیا از جانب پناهنده مسیحی 37 ساله از عراق سلوان مومیقه شروع شد. مومیقه در محضر عام چند صحیفه کتاب قرآن را کنده آتش زد. مومیقه امین طور روز 20 ایول در یک تظاهرات دیگر در نزد سفارت عراق در استکهلم کتاب قرآن را زیر پا کرد ولی این بار آتش نزد. در پاسخ شب 20 به 21 ایول 100 نفر از طرفداران روحانی معروف شیعه مقتدا صدر در شهر بغداد به سفارت شویتسیا در عراق حمله آورده بنای سفارت را آتش زدند. در پی این روز 21 ایول در اروپا موج نو قرآن سوزانی آغاز شد و اعضای گروه تندگرای وطن دوستان دانیا روز 24 ایول در نزد سفارت عراق در کپنهاگن و روز 25 ایول در نزد سفارت‌های ترکیه و مصر کتاب مقدس مسلمان‌ها را آتش زدند.